نفر بعدی جناب آقای محمد باسط درازهی، نماینده محترم سراوان، سیب، سوران و مهرستان. تشریف بیارید آقای شرف، شما در خدمتتون هستیم بعد از آقای درازهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. سلام و درود بر خاتم پیامبران و سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. درود بر روح ملکوتی امام راحل و آرزوی صحت و سلامت برای مقام معظم رهبری. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نمایندگان ادوار گذشته اعلام می نمایم مردم عزیز حوزه انتخابیه، همچنان که در 7 اسفند بازوی توانمند بنده حقیر بودید، امروز و برای همیشه تلاش خواهم کرد تا زبان گویای شما باشم انشاءالله. این جانب از حضور کم نظیر مردم حوزه انتخابی خیش شامل شهرستان‌های سراوان، سیب، سوران، مهرستان، بخش‌های جال، بمپشت، هیدوج و آشار و تمام مردم فهیم استان به دلیل مشارکت در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بر خود بالیده و ادای احترام می کنم و افتخار می کنم به نمایندگی از مردمی فهیم، متمدن و وطن دوست سخن میگویم که حضور حداکثری خود را در تمام صحنه‌ها و عرصه‌های انقلاب به اثبات رسانده‌اند و برای دفاع از کشور خیش از هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهند کرد و در انتخابات اخیر نیز بالاترین درصد مشارکت را داشتند که این نیز خود یک برگ زرین دیگری است برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. در این انتخابات مردم استان اوج دموکراسی خواهی خود را به نمایش گذاشتند و حقیر به عنوان رئیس هیئت نظارت استان انتخاباتی بسیار سالم و پرشور را گواهی می‌دهم و این نیز مسئولیت ما مسئولین را دوچندان کرده است. حادثه تروریستی اخیر، امریکا خود تروریست است و حامی اصلی تروریست و اسرائیل غاصب که با جنایات خود نه تنها منطقه بلکه جهان را دچار ناامنی و بحران کرده است. تفرقه بینداز و حکومت کن یا به فروش رساندن سلاح‌های خود هر روز در حال روشن کردن آتش تفرقه و جنگ افروزی در منطقه هستند و تلاش می‌کنند با عنوان شیعه و سنی مردم جهان اسلام را به جان هم بیندازند و این هوشیاری و آگاهی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی را می‌طلبد. ارتباط و تعامل سازنده ایران با جهان به ویژه همسایگان کشور را از بنبست بیرون کرده و دشمنان را مغلوب و زمینگیر خواهد کرد و برجام نقطه عطفی است که از آن میتوان به نحو احسن بهره برداری کرد. تروریسم در هر لباس و پوشش، باور و عقیده‌ای که باشد محکوم است و مردود است و بهتر است بگویم که تروریسم نه لباس دارد، نه زبان دارد، نه عقیده دارد و بلکه از انسانیت هم به دور است. بنده نیز مانند تمام علمای اهل سنت ایران و بلوچستان به ویژه جناب شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حسین پور حفظه الله، شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و دیگر علمای بلوچ و اهل سنت، فراکسیون اهل سنت و مجمع نمایندگان استان این حادثه تروریستی را محکوم کرده و اعلام می‌کنیم که جامعه اهل سنت ایران به ویژه قوم بلوچ از تفرقه، ترور و تروریست متنفرند و به کشور خیش عشق ورزیده و افتخار می‌کنند که اصیلترین و وفادارترین مردمان ایران زمین می باشند که سفال 7000 ساله کلپورکان و تمدن نگاران شاید بارزترین مثال برای تمدن این قوم اصیل بلوچ ایرانی آریایی الاصل باشد
مقابله و شکست انگلیسی ها و پرتغالی ها در حمله به ایران شاید از بارزترین مصادیق حب الوطن من الایمان باشد. راه های مقابله با تروریسم: یک، توسعه آموزش و عدالت آموزشی. دو، اشتغال جوانان. سه، جلوگیری از افراطگرایی، خشونت و تکفیر از هر جانبی که باشد. چهار، تصویب طرح ممنوعیت توهین به ادیان و مذاهب در مجلس. پنج، حمایت از دیدگاه‌ها و فعالیت‌های تقریبی و ارتقاء فرهنگ تقریب. 6، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی برای تمام شهروندان ایرانی که همان رعایت اصل 19 قانون اساسی می باشد. و باید بگویم که داعش خبیث با پوشش و عنوان سنی همان مجاهدین حلق است با پوشش و عنوان شیعه که سنی و شیعه از هر دوتای آن متنفرند. و شعری بلوچی از سید ظهورشاه هاشمی در مورد وحدت و انسجام ملی با زبان بلوچی: بیا پداشتین تلارانی دلا دران کنین، گرام بهاین دوستی و مهرا پدا ارزان کنین، راه اگر بستک می کوه و تلار و گریشگان، گونوتی سرپنجگان شیری ری دران کنین. و اما حوزه انتخابیه: افتخار دیدار و ملاقات دیروز با مقام معظم رهبری و یادداشت نکاتی ارزشمند را مطرح می کنم. توسعه راههای روستایی و توسعه شهرهای کوچیک که جز تأکیدات مقام معظم رهبری بود که حوزه انتخابیه بنده از وضعیت اسفناکی برخوردار است. تقویت اتحاد و انسجام ملی و مشارکت همگان در اطلاع کشور که شامل همه مردم ایران اسلامی می باشد. دفاع از هویت ملی و منافع ملی که زبان، فرهنگ و لباس بلوچی یکی از هویت‌های قوم بلوچ ایرانی می باشد. تعدادی از مهمترین مشکلات حوزه انتخابیه و ارائه راهکارهای ممکن: آب، انتقال آب دریای عمان به 3 شهرستان، مهار آبهای مرزی و مطالعات آبهای ژرفی می تواند این بحران و تنش آبی را مرتفع نماید. آموزش و پرورش و آموزش عالی راه پیشرفت و ترقی هر جامعه‌ای بوده و می طلبد که در حوزه انتخابی این جانب توجه ویژه‌ای به این امر داده شود. مرز، ساماندهی و احداث بازارچه‌های مرزی کهک، جاغ، شمسر، آشار و هیدوج، احداث پایانه رسمی کهک و ایجاد گذرهای تردد و تجارت کوله‌بری که رهبر معظم انقلاب فرمودند که کوله‌بری قاچاق محسوب نمی شود که این امر مرز را از تهدید به فرصت واقعی تبدیل می کند. برق، ضمن تشکر از هیئت دولت و جناب آقای رئیس جمهور بررسی افت شدید ولتاژ برق و بازنگری تغییر و تقلیل تعرفه برق سراوان، سب و سوران، مهرستان و میرجاوه از گرمسیری 3 به گرمسیری 2. خیلی ممنون آقای درازه. شما 49 ثانیه اضافه 6 ماه گرمسیری، کشاورزی، زیرساخت، کارخانه‌های سرما. خیلی ممنون. و 1 دقیقه تذکر نمیشه 1 دقیقه، شما الان 1 دقیقه اضافه صحبت کردید. به وعده هایی که دادن انشالله پیگیری بکنن و جناب آقای وزیر کشور، جناب آقای دکتر نوبخت و جناب آقای دکتر هاشمی. تشکر میکنم از شما همکاران گرامی. تشکر از جناب آقای درازهی.